و اینجا ورده کد رو برامون میفرسته. حالا وارد برنامه میشم ببینم مثلا کد رو برامون میفرسته یا نه. دوستان عزیز دقت داشته باشید حدوداً حالا ایمو 6 ثانیه پیش کد رو برای ما فرستاد. اینجا 9588 در این قسمت 9588 و اینجا شماره سالم هستش. سلام دوستان، به یکی دیگر از ویدیوهای کانال صفر تا 100 خیلی خوش اومدید. در این ویدیو قراره ساخت شماره‌ریزی با استفاده از برنامه رسیو SMS رو بهتون یاد بدیم که میتونید شماره‌ریزی برای تلگرام یا واتساپ دریافت کنید. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید و کانال یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید. در داخل کانال تلگرام حتما عضو بشید که بتونید حالا برنامه مورد نظرم دانلود کنید. و نکته‌ای که وجود داره اگر میخواید در قرعه کشی 20 شماره مجازی شرکت کنید که به محض رسیدن به 5000 سابسکرایب این قرعه کشی رو انجام خواهیم داد، فقط کافیه کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، در داخل کانال تلگرام عضو بشید و کامنت هم بذارید. و حتما دوستان عزیز اگر میخواید کسب درآمد دلاری هم داشته باشید، کانال های دیگه ما که ما 3 تا کانال داریم، یکی از کانال ها مربوط به شماره مجازی هستش که این کانال هستش. دومین کانال مربوط به حالا روش های کسب درآمد و راه اندازی کسب و کار هستش و کانال سوم مربوط به ایرلاپ ها، کسب درآمد، سایت های کسب درآمد اینا هستش که میتونید کسب درآمد دلاری هم داشته باشید. پس حتما اون کانال ها رو هم سابسکرایب کنید. برای استفاده از این برنامه نیاز به فیلد اشکن دارید که من از فیلد اشکن ویدیویی استفاده میکنم. روی این گزینه کلیک میکنم و اینجا ثبت میکنم که متصل بشم. حالا وقتی متصل شد وارد برنامه رسیو SMS میشم. اینجا ثبت میکنم که برنامه بیاره. برنامه کم کنت هستش دوستان. اینجا کشورهای مختلف رو برام میاره برنامه که حالا دقت داشته باشید کشورهای چند کشور رو برای ما میاره. میتونید روی قسمت مور کلیک کنید یا روی این سه نقطه کلیک کنید و آل کانتریز رو بزنید. روی مور که کلیک هم کنید دوستان عزیز اینجا همه کشورها رو براتون میاره که میتونید حالا از هر کشوری که میخواید استفاده کنید. اما نکته‌ای که وجود داره اینجا مثلا من در این قسمت اینجا اگر دقت داشته باشید مالزی رو انتخاب میکنم، فقط یک شماره مجازی موجود هستش. اینجا در این قسمت ویتنام دوستان دقت داشته باشید بعضی از کشورها هیچ شماره مجازی ندارن. فقط به این نکته توجه داشته باشید کشورهایی که شماره مجازی ندارن حالا به دلیل این هستش که برنامه یا سایت که سایتش هم موجوده شاید در تازه‌سازی‌ها به این قسمت ها شماره مجازی اضافه کنید. اما برای اینکه بتونید شماره مجازی برای تلگرام یا واتساپ دریافت کنید شما باید از کشور فرانسه در این قسمت، سوئد و همچنین دوستان عزیز دقت داشته باشید اینجا هلند استفاده کنید. کشور دانمارک هم متاسفانه قبلا کرد اما در حال حاضر کار نمیکنه و شماره مجازی نداره. نه تنها برای این برنامه بلکه برای همه برنامه‌ها یا شماره مجازی کشور دانمارک از کار افتاده. حالا من وارد فرانسه میشم و اینجا شماره مجازی مختلف رو مشاهده میکنید. اینجا ورود 2 سال دوستان عزیز دقت داشته باشید این گزینه‌ها رو بزنید و این قسمت ها رو براتون میاره که مثلا کد ها رو دریافت کرده. حالا من روی یکی از شماره مجازی ها همینجوری کلیک میکنم. دوستان عزیز دقت داشته باشید اینجا ورود 3 هفته پیش کد رو دریافت کرده. قسمت شماره مجازی رو فرانسه هستش در این قسمت 3 هفته پیش و اینجا وقتی این گزینه رو براتون میاره یعنی آخرین پیامی که دریافت کرده و اینجا برنامه شماره مجازی فرانسه دچار مشکل شده، یعنی ما حالا نمیتونیم از کشور فرانسه هم استفاده کنیم، برنامه آپدیت داده. روی قسمت حالا دوستان عزیز کشور سوئد کلیک میکنم که شماره مجازی کار میکنن. دقت داشته باشید برای این پلتفرم مختلف کد رو فرستاده یعنی شماره مجازی کار میکنن. اما شماره مجازی فرانسه هم دوستان متاسفانه از کار افتادن، یعنی شما فقط باید از کشور سوئد و هلند استفاده کنید. اگر روی هلند هم کلیک کنم اینجا توجه داشته باشید 2 ساعت 1 ساعت پیش این مربوط به آخرین پیامکی هستش که اون شماره دریافت کرده. حتما این نکته توجه داشته باشید. حالا من روی یکی از شماره مجازی ها کلیک میکنم. برنامه هم چون رایگان هستش دوستان تبلیغات زیاد داره. اینجا دقت داشته باشید برای پلتفرم‌های مختلف کد رو فرستاده و تقریبا 2 روز پیش هم برای تلگرام کد رو فرستاده. اینجا اگر دقت داشته باشید اینجا کد 5 رقمی برای تلگرام هستش. حالا من این شماره مجازی رو کپی میکنم، از این قسمت خارج میشم، وارد تلگرام میشم و این شماره مجازی رو تست میکنم. دوستان عزیز اینجا دقت داشته باشید 46 رو وارد کردم، کد کشور سوئد هستش. اینجا روی این گزینه کلیک میکنم و این گزینه رو میذارم ببینم مثلا شماره مجازی کار میکنه یا نه. اینجا ارسال کد به صورت پیامک رو آورده که به احتمال 90% باید کد رو برامون بفرسته و اینجا شماره مجازی سوئد هستش. حالا من روی این گزینه کلیک میکنم و اینجا تایمرم آورده شماره مجازی سوئد. حالا وارد برنامه میشم و روی این قسمت دوستان عزیز سفر رو پایین میکشم ببینم کد رو برامون میفرسته یا نه. اینجا دقت داشته باشید من سفر رو تازه‌سازی کردم اما هیچ کدی برام متاسفانه نفرستاد به دلیل اینکه برنامه دوستان باگ و مشکل داره و همین دلیل گفتم به احتمال 90% و باید شما شماره مجازی رو پیدا کنید که وارد کردن ایمیل رو براتون بیاره که بتونید حالا به احتمال 95% یا بیشتر کد رو دریافت کنید. برای اینکه بتونید شماره مجازی برای تلگرام یا واتساپ دریافت کنید شما 2 تا راهکار دارید. اولین راهکار این هستش که شماره مجازی که خیلی سریع حالا برنامه افزوده میشه جز اولین نفراتی باشید که از اون شماره مجازی برای تلگرام یا واتساپ استفاده میکنید که این کار رو سخت میکنه به دلیل اینکه این برنامه حدود 1 میلیون بار دانلود شده
نکته دوم یا راهکار دوم این هستش که برید شماره‌ریزی قدیمی رو تست کنید. مثلا دوستان عزیز حتما این توجه داشته باشید، چون این برنامه شماره‌ریزی قدیمی رو نشون نمیده. این قسمت آورده مثلا شماره‌ریزی که تایم بیشتر، مثلا اینجا آورده زمان بیشتری، مثلا خیلی قبل‌تر کد رو فرستاده، یعنی 21 ساعت پیش. از اون شماره‌ریزی استفاده کنید بهتره و مثلا اینجا آورده یک روز پیش، دوستان بهش اون استفاده نکنید چون شماره‌ریزی متأسفانه از کار افتاده. حالا من روی این گزینه کلیک میکنم و شماره‌ریزی مورد نظر رو تست میکنم و اینجا شماره‌ریزی مورد نظر رو کپی میکنم. اینجا برای پلتفرم‌های مختلف کد رو فرستاده، حالا حدوداً 21 ساعت پیش برای ایمو کد رو فرستاده. من وارد تلگرام میشم و این شماره‌ریزی رو تست میکنم ببینم کار میکنه یا نه. اینجا شماره‌ریزی مورد نظر رو کپی میکنم، 46 رو پاک میکنم، روی این گزینه کلیک میکنم و اینجا توجه داشته باشید فوری وارد تایمر شد که به احتمال 99% کد رو برای ما نمیفرسته و باید ارسال کد به صورت پیامک یا وارد کردن ایمیل رو برامون بیاره که کد رو برامون بفرسته. خب دوستان عزیز، حالا همین شماره‌ریزی رو برای ایمو تست کنیم ببینیم اصلا کار میکنه یا نه. 46 رو پاک میکنم در این قسمت و اینجا 46 رو وارد میکنم، روی این گزینه کلیک میکنم و ببینم کار میکنه یا نه. اینجا وارد این قسمت شد و اینجا آورده کد رو برامون میفرسته. حالا وارد برنامه میشم ببینم اصلا کد رو برامون میفرسته یا نه. دوستان عزیز دقت داشته باشید حدوداً حالا ایمو 6 ثانیه پیش کد رو برای ما فرستاد. اینجا 9588 در این قسمت 9588 و اینجا شماره سالم هستش و اینجا کد دو مرحله دوستان فعال شده. دوستان دقت داشته باشید برای ایمو کار کرد، حالا برای تلگرام هم کار میکنه. فقط باید شما شماره‌ریزی زیادی تست کنید که وارد کردن ایمیل یا ارسال کد به صورت پیامک رو براتون بیاره. و اگر برنامه در این قسمت دچار مشکل شد دوستان عزیز، یک بار برنامه رو ببندید یا یکم صبر کنید که برنامه براتون بیاره و برنامه باگ و مشکل داره. و اینجا دوباره روی سوئد کلیک میکنم و اینجا صبر میکنم که برام بیاره. دوستان عزیز اگر این اتفاق افتاد و براتون دوباره نیاورد، مربوط به فیلد اشکنتون هستش و فیلد اشکن یک بار قطع و بس کنید حالا یا کلا برنامه رو ببندید در این قسمت که بتونید حالا دوباره وارد برنامه شید و شماره‌ریزی رو براتون بیاره به همین سادگی. و اینجا دقت داشته باشید کار میکنه. حالا من شماره‌ریزی تست میکنم که برای تلگرام کار کنم ببینم شماره‌ریزی سالم رو پیدا میکنم یا نه. خب دوستان عزیز من یک شماره‌ریزی دیگه هم پیدا کردم، شماره‌ریزی سوئد و اینجا ارسال کد به صورت پیامک رو آورده و جالب اینجاست که اینجا حدود 6 ساعت پیش برای تلگرام کد رو فرستاده، دوباره 8 ساعت پیش برای تلگرام کد رو فرستاده، یعنی برای تلگرام اینا کار کرده. دوباره حالا یک روز پیش هم برای تلگرام کد رو فرستاده. حالا دوباره من وارد تلگرام میشم و اینجا روی ارسال کد به صورت پیامک کلیک میکنم و اینجا شماره‌ریزی سوئد هستش و اینجا تایمر رو برای من میاره. حالا وارد برنامه میشم و اینجا سفرم تازه‌سازی میکنم. دوستان دقت داشته باشید من چند بار تازه‌سازی کردم اما متاسفانه کد رو نفرستاد و باید شما شماره‌ریزی زیادی تست کنید تا بتونید شماره‌ریزی رو برای تلگرام یا واتساپ پیدا کنید. و اینجا دقت داشته باشید سفرم چند بار تازه‌سازی کردم. حالا از این قسمت خارج میشم. دوستان عزیز دقت داشته باشید اگر مثلا حالا من برای ایمو تست کردم کد رو فرستاد و کار کرد، بعضی وقتا برای تلگرام فقط دچار مشکل میشه، یعنی برای پلتفرم‌ها و برنامه‌های محبوب دچار مشکل میشه که باید شما شماره‌ریزی زیادی تست کنید تا بتونید شماره‌ریزی سالم رو پیدا کنید. خب دوستان عزیز دقت داشته باشید من یک شماره‌ریزی سوئد برای واتساپ هم تست کردم و اینجا در داخل برنامه چند بار حالا کد رو فرستاده، یعنی حالا این شماره‌ریزی برای واتساپ کار میکنه. و نکته‌ای که وجود داره دوستان از یک روز پیشم برای تلگرام کد رو فرستاده. من متأسفانه حالا شماره‌ریزی زیادی برای تلگرام تست کردم، ارسال کد به صورت پیام رو آورد اما متأسفانه کد رو نفرستاد. به دلیل نسش اگر شماره‌ریزی زیادی تست کردی و کد رو نفرستاد، مربوط به مشکلات و باگ‌های برنامه هستش که چند ساعت دیگه از برنامه باید استفاده کنید. حالا من دوباره وارد دوستان عزیز دقت داشته باشید شما اگر شماره‌ریزی برای واتساپ می‌خواید حتما روی واتساپ اصلی تست کنید که من روی واتساپ تجاری تست کردم. و اینجا حالا در این قسمت من وارد این گزینه میشم و اینجا دقت داشته باشید روی این گزینه کلیک کنم، اینجا فقط تماس رو برام من میاره و اگر وارد برنامه میشم سفرم تازه‌سازی کنم اینجا هیچ کدی برای ما ارسال نمیکنه، برنامه مشکل داره و باید حالا چند ساعت دیگه از برنامه استفاده کنید. نکته‌ای که وجود داره حالا واتساپ تجاری هستش و اینجا خودش حالا برای واتساپ تجاری فرستاده دوستان اما در حال حاضر کار نمیکنه برای ما. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال یوتیوب صرف تا 100 رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو فعال کنید. دوستان از این برنامه کار میکنه، بارها در داخل کانال تست کردیم. فقط نکته‌ای که وجود داره نیستش که با حالا یک تست کردن یا چند بار تست کردن شماره‌ریزی یا بهتون شماره‌ریزی بده، باید چند بار تست کنید، 20 بار 30 بار تا بتونید شماره‌ریزی سالم رو پیدا کنید. لینک این برنامه داخل کانال تلگرام براتون گذاشتم. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.